سوره عنکبوت جزء 20 آیه 7 تا 14. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی كانوا یعملون. و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند قطعاً گناهانشان را از آنان می‌زداییم و آنان را به بهترین اعمالی که انجام می‌دادند پاداش می‌دهیم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. و انسان را به نیک رفتاری نسبت به پدر و مادرش سفارش کردیم و اگر آن دو مشرک باشند و تلاش کنند که تو چیزی را که به آن علم نداری شریک من قرار دهی پس از آنان اطاعت نکن. بازگشت شما به سوی من است، آنگاه شما را به آنچه انجام میدادید آگاه خواهم کرد. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین. و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند هر آیین آنها را در زمره صالحان در می آوریم. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم اوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. و از مردم کسانی هستند که میگویند به خدا ایمان آورده ایم، پس هنگامی که در راه خدا آزار ببیند آزار و اذیت مردم را همچون عذاب خدا به شمار می آورد. و اگر پیروزی از سوی پروردگارت برای شما بیاید حتما میگویند به راستی که ما نیز با شما بودیم. آیا خداوند به آنچه در سینه های جهانیان است داناتر نیست؟ وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. و مسلماً خداوند کسانی را که ایمان آوردند معلوم می دارد و یقیناً منافقان را نیز معلوم خواهد داشت. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. و کسانی که کافر شدند به کسانی که ایمان آوردند گفتند از راه ما پیروی کنید و البته ما بار گناهانتان را برمی داریم و آنها هرگز چیزی از گناهان ایشان را برنخواهند داشت، بیگمان آنها دروغگو هستند. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون.
و البته بارهای سنگین گناهان خیش را برمی‌دارند و همچنین بارهای دیگری را با بارهای سنگین خود برمی‌دارند و روز قیامت یقیناً از آنچه افترا می‌بستند پرسیده خواهند شد. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. و به راستی که ما نوح را به سوی قومش فرستادیم، پس او در میان آنان 1000 سال به جز 50 سال درنگ کرد. آنگاه طوفان و سیلاب آنان را فرو گرفت در حالی که ستمکار بودند.